سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز پنجشنبه 29 اکتبر تقدیم میکنیم. سازمانهای با نفوذ حامی آزادی بیان از جان کری، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا دعوت کردند که ضمن بازدیدش از کشورهای آسیای مرکزی در ملاقاتش با مقامات مسئله فشار بالای رسانه‌های خبری را مطرح کنند. با چنین دعوت روز 29 اکتبر کمیته حمایت ژورنالیستان مقرش در نیویورک اظهارات پخش کرد. این نهاد میگوید در آسیای مرکزی وضع آزادی بیان همچنان بدتر می شود، رسانه‌های آزاد پخش و قانون‌های سنگین قبول می شوند، نظارت اینترنتی افزایش می یابد. با چنین مضمون سازمان دیگری مدافع آزادی بیان گزارشگران بدون مرز هم که دفترش در پاریژ است اظهارات پخش کرده است. یوهان بیر مسئول برنامه‌های آسیای مرکزی در این سازمان در یک پیام ویدیوییش چنین گفت: یک نمونه روشنی افزایش سانسور در 2 سال اخیر این به طور پیوسته و افزاینده بسته شدن وبسایت‌های خبری به مثل رادیوی آزادی و یا آزیا پلاس می باشد. همراه با آنها شبکه‌های اجتماعی هم بسته می شدند. در برابر این در ماه‌های ایون و آگوست فیسبوک و یوتیوب بسته شدند. کاری خدمات SMS در ماه سپتامبر بسته شد. این روزها سایت رادیوی آزادی همان بسته باقی میماند. جان کری وزیر خارجه آمریکا آخر هفته جاری وارد منطقه آسیای مرکزی می شود و در ملاقاتش با رهبران کشورهای منطقه در مسائل امنیت و مقاومت به تهدیدهای احتمالی مسلحانه گروه‌های افراطی صحبت خواهد کرد. والدان طفل جوانمرگ عمرعلی نظرف میگویند با خلاصه های سنجش سودی و طبی راضی نیستند که سبب مرگ طفل آنها بیماری راههای نفس می باشد. در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی زرینه یونسوفا و رستم نظرف روز 29 اکتبر گفتند که در جسد طفل آنها آثار آسیب جسمانی به چشم می رسد و آنها می خواهند که تحقیق سبب مرگ کودک 5 ماهه از جانب نهادهای مستقل و بی‌طرف انجام شود. نه روزی نیستم. بچه ما خیلی این بچه ما یا که کار میکردگیش نیستن یا که غلطوندگی انشه یا که بسیار گریه کرده ای کار مونده نمی سه تا خیلی سه تا یا که اگه مقابلش کنن یا که اگه چی در کار بود گرفتن دادگاه آدم دادن. بچه من 5 ماه بود میدیشم که از سالای که با بوز بالا که ضروری بود. عمرعلی نظرف 5 ماه بعد آن درگذشت که او را روز 13 اکتبر در اداره پلیس سنت پتربورگ از دست مادر جدا کرده بعد یک شب خبر مرگ طفل را به والدان رساندند. این حادثه محکومیت زیادی جامعه شهروندی را از طرز برخورد پلیس روسیه نسبت مهاجران تاجیک به بار آورد. مصاحبه مفصل رادیوی آزادی با والدان عمرعلی نظرف را از سایت اینترنتی رادیوی آزادی تماشا کنید. بعد تصرف بخشی از ولایت تخار روز 29 اکتبر جنگیان طالبان زیر فشار نیروهای دولتی به سمت مرز تاجیکستان عقب نشینی کردند. دیروز مقامات گفتند که طالبان نظارت را بر ولسوالی‌های درقد و خواجه‌غار به دست خود درآوردند. این دو مناطق هم مرز با ناحیه فرخاری ولایت ختلان است. در همین حال مقامات تاجیک میگویند که مرز تحت نظارت است و آنها آماده‌اند در صورت ضروری به جنگیان مقاومت نشان دهند. تشنج در مرز تاجیکستان و افغانستان در حال است که دیروز در مسکو الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات امنیت فدرالی روسیه در ملاقات رهبران نهادهای جاسوسی 8 کشور شوروی پیشین از جمله تاجیکستان گفت تجمع گروه طالبان که بعضی از اعضایش به دولت اسلامی پیوستند خطر حمله ها به کشورهای آسیای میانه را بیشتر میکند. در شهر دوشنبه یک ساکن محلی با جرم پهن کردن عقیده های افراطی و جانبداری از سازمان ممنوع گروه 24 به 3 سال زندان محکوم شد. گناه الهام الدین علیف این بوده است که از راه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی گویا به تغییر ساخت کانستیتوسیونی دعوت‌ها به عمل می آورد. 3 سال حکم زندان را علیف در زندان نظام شدید سپری خواهد کرد، میگویند در دادگاه اسماعیل سامانی. گروه 24 یک تشکل سیاسی ضد حکومتی را در تاجیکستان ممنوع اعلام کرده. تا حال نه کمتر از 10 نفر با اتهام طرفداری این سازمان به زندان انداخته شدند. وقتی فرزند از والدانش دست میکشد و آنها را باز به خانه پیرانسالان میسپارد هنوز آخری زندگی نیست، میگویند 2 باشنده خانه پیرانسالان شهر وحدت.
саадулло муродови 77 сола ва адолат раҷабове 65 сола мегӯянд баъди 9 соли зиндагӣ дар хонаи интернети пиронсолон ва азоби хиёнати фарзандон ғамшарик шуданд. онҳо оила барпо карда ҳоло зери боми ин муассисаи иҷтимоӣ талош мекунанд бемеҳриву бевафоии наздиконро бо садоқату муҳаббат ба ҳамдигар ҷуброн кунанд. масъулини хонаи интернети афроди маъюби пиронсол эътироф мекунанд ки солҳои охир ин муассиса аз ҳисоби тоҷикон ҳамдигар зиёд мешавад, ҳарчанд дар гузашта тасаввур кардани ин ки фарзандони оилаҳои мусалмон ҳам аз баҳри волидон мегузаранд душвор буд. хоҷаин мекунам шува мекунам. қиссаи аросӣ дар хона интернети ваҳдат ҳоло вирди забонии бисёриҳо шудааст ки мегӯянд дар шароити наумедиву афсурдагӣ ҳамин муҳаббат ва самимият аст ки умеди навро барои зиндагӣ ато мекунад. қиссаи ҷолиби пиронсолони ошиқ ва ҳам матолиби бештари дигари видеоиро аз сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ дунбол кунед.